جالبینی مذکور از طرف حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در همکاری با شعبه معارف شهر خوجند با جلب سابقه‌داران مهنت، کادبانها از مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و ساکنان محله‌های شهر در خانه‌موزه کمال خوجندی مرکز ولایت دایر گردیده به احیای طعام‌های ملی که تا به امروز از نیاگان میراث آمده با نظرداشت پیشرفت جامعه و شرایط مساعد خرید و پخت‌وپز طعام‌های زمانوی به گوشه فراموشی رفته است بخشیده شد. البته طعام‌های ملی یکی از بخش‌های فرهنگ مادی ملت تاجیک به شمار رفته. از زمان قدیم طرز گوناگون آماده‌سازی طعام‌های ملی بین مردم وسیع راه‌اندازی گردیده است. محض طعام‌های ملی دسترخوان امروزی مردم ما را با گوناگونی خود آرا داده، آن مخصوصا در جشن و مراسم‌های ملی احساس کرده می‌شود. البته وظیفه امروزی پیران کار که به تربیت نبیره و ابرها مشغولند، آموزانیدن کدبانه‌های جوان در آماده کردن طعام‌های ملی و به این وسیله احیای این میراث مادی نیاگان است. امروز ما تصمیم گرفتیم در یک جای مقدس در خانه‌موزه کمال خوجندی با جوانها واخری گذرانیم. همه این در اساس گفته‌های جناب عالی برای نگاه داشتن عنعنه‌های ملی خود در اینجا جمع آمده ایم. مقصد ما از این جمع آمد چی است؟ ما در جوانان تربیت کردن عنعنه‌های ملی از جمله خوراک‌های ملی را در نظر داریم و مقصد ما یک تا است. به همین عروس‌ها، دختران خود، فرزندان خود آموزانیدن طرز پختن خوراک‌های ملی می باشد. ما از همین به جوان‌ها باید یاد دهیم که اون چیزهایی که طبیعی است برای سلامتی انسان فایده‌ناک است، بسیارتر در خانه همین چیزها را خود ما پخته خوردن ما در کار است. چون که خوراک‌های ملی در تاجیکان بسیار است. آش اوگرا، آش کچری، ماش گرونج، شوله قاقدار، شیر برنج و دیگر خوراک‌های هست که بعضی اون را حالا جوان‌های ما پخته نمی‌توانند. همون روزهایی که همه اهل عائله در عائله جمع می‌شویم، روزهای استراحت، ما خوش‌دامن‌ها باید کلین‌ها، دخترها را به پهلوی خود گرفته عنعنه‌های ملی خود را دوام داده پختن این خوراک‌ها را یاد دادن ما در کار است. حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به احیا و رشد طعام‌های ملی اهمیت خاص ظاهر نموده. در این ردیف فستیوال و آزمون‌های با نفوذ جمهوری نیز دایر کرده شدند که مقصد از آن احیای عنعنه‌های ملی، عمومی گردانیدن سنت‌های بهترین طعام‌پزی نیاگان، ترغیب احترام به غذا و هنرهای طعام‌پزی، نمایش پختن نوع‌های مختلف طعام‌های منطقه‌های گوناگون جمهوری و به نسل‌های آینده میراث گذاشتن طرز و اصول پختن طعام‌های گوناگون ملی، هرچی بیشتر احیا، ترغیب و تشویق و راه‌اندازی نمودن طعام بین مردم و غذای ملی عبارت میباشد. نه تنها امروز برای احیای فرهنگ نیاگان خود، بلکه همه طرفه ما کوشش به خرج میدیم که برای ترغیب و تشویق غایه‌های وطن پرستی، هویت ملی و احیا نمودن فرهنگ نیاگان و بلند برداشتن عنعنه‌های ملی خود همیشه کوشش به خرج میدیم و کارهای ترغیبات و تشویقاتی را باز هم جانو کرده ایستادیم. چخیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در هر برآمدهایشان برای پاس داشتن فرهنگ ملی، بلند برداشتن احیای و عنعنه‌های ملی گفته می‌گذرند و از این روی ما تصمیم گرفتیم همین چهاربینی‌ها، همین گونه محفل‌ها، جمع آمدها را باز هم رواج و رونق داده برای پیشرفت و رشد و نمو گلشکوفی تاجیکستان صاحب استقلال ما سهم ارزنده خویش را گذاشته باشیم. همزمان در این چاره‌بینی به رشد هنرهای مردمی نیز توجه ظاهر کرده شد. طوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید می‌کنند ما در نزد نسل‌های آینده خلقمان وظیفه داریم که دستاوردهای فرهنگی و عنعنه و سنت‌های اجدادی را با تمام جزئیات و نازکی‌هایش حفظ کنیم، تکمیل دهیم و به میراث گذاریم. در انتهای چاره‌بینی دایر گردیدن اشتراکداران بهترین و فعال آن با تحفه و افتخارنامه‌های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند سرفراز گردانیده شدند.